آماده اید تا با هم سفری به یکی از مرموزترین و ناشناخته ترین تمدن‌های زیرزمینی داشته باشیم. آگارتا شهری افسانه‌ای در اعماق زمین، جایی که گفته میشه موجودات ناشناخته و تکنولوژی‌های باور نکردنی در اون پنهان شده. امروز می‌خوایم با هم به آگارتا شهر افسانه‌ای سفر کنیم. بخش اول، رازهای جهان زیرزمینی. در دل زمین، جایی دور از چشمان کنجکاو انسان‌های سطح نشین، تمدنی باستانی و افسانه‌ای به نام آگارتا وجود دارد. این داستان از سرزمینی سخن می‌گوید که در عمق‌های ناشناخته کره زمین پنهان شده است و در آنجا موجوداتی با دانش و تکنولوژی فراتر از تصور بشر زندگی می‌کنند. اما چگونه این تمدن به وجود آمده و چه چیزی باعث شده که در طی هزاران سال از دیدگاه عموم پنهان بماند؟ روایات و افسانه‌ها درباره آگارتا ریشه‌های عمیقی در فرهنگ‌های مختلف دارد. برخی از این داستان‌ها به دوران باستان باز می‌گردد، جایی که انسان‌ها باور داشتند زمین فقط سطحی نیست که بر روی آن زندگی می‌کنیم، بلکه لایه‌های مختلفی دارد که هر کدام دنیای متفاوتی را در دل خود جای داده است. یکی از اولین اشارات به این مفهوم در متون هندو و بودایی آمده، جایی که از یک پادشاهی مخفی به نام شامبالا یاد شده است. گفته می شود شامبالا جایی است که موجودات مقدس و روحانی زندگی می کنند و ارتباط مستقیمی با آگارتا دارند. افسانه آگارتا می گوید که این سرزمین زیرزمینی توسط ورودی‌های مخفی به دنیای ما متصل شده است. این ورودی‌ها در مکان‌های دور افتاده و صعب العبور مانند قطب شمال و جنوب قرار دارند. داستان‌های ماجراجویان و کاوشگران در طول تاریخ از کشف این ورودی‌ها حکایت دارند، اما هرگز به صورت عمومی اثبات نشده است. برخی حتی ادعا کردند که نازی‌ها در دوران جنگ جهانی دوم به دنبال این ورودی‌ها بودند و باور داشتند که آگارتا میتواند کلید پیروزی آنها باشد. اما آگارتا تنها یک پادشاهی مخفی نیست. بر اساس روایات، ساکنان آن موجوداتی با دانش و فناوری بسیار بسیار پیشرفته از انسانهای سطح نشین هستند. آنها از منابع انرژی ناشناخته‌ای استفاده می‌کنند که به آنها قدرت می‌دهد تا در آرامش و شکوفایی زندگی کنند. این موجودات افسانه‌ای توانستند بیماری‌ها را از بین ببرند، طول عمر خود را به طرز چشمگیری افزایش دهند و با طبیعت در هارمونی کامل زندگی کنند. برخی داستان‌ها حتی از قدرت‌های روحانی و ماورایی این موجودات سخن می‌گویند، قدرت‌هایی که به آنها امکان می‌دهد تا ذهن و ماده را به دلخواه خود تغییر دهند. بخش دوم، ارتباط آگارتا با سایر فرهنگ‌ها. داستان آگارتا در طول تاریخ به عنوان یک افسانه محبوب و پر از رمز و راز باقی مانده است، اما ارتباطات و اثرات آن بر روی فرهنگ‌ها و ادبیات مختلف جهان بسیار گسترده است. این تمدن زیرزمینی بزرگ از زوایا و منظره‌های مختلفی در فرهنگ‌های مختلف تجسم شده و به عنوان یک امپراتوری پنهان با دانش و فناوری پیشرفته در بسیاری از اساطیر و داستان‌های جهانی گنجانده شده است. بر اساس این داستان‌ها، ساکنان آگارتا می‌توانند با قدرت‌های روحانی و دانش خود جهان را به نحوی کاملاً متفاوت از دیدگاه ما تجسم کنند. اما در اساطیر اروپایی نیز مفهومی مشابه به آگارتا وجود دارد. مثلا در اسطوره‌های یونانی ایده زمین دوگانه وجود دارد که به دو دنیای مختلف اشاره می‌کند: زمین مرئی که ما در آن زندگی می‌کنیم و زمین زیرزمینی و نامرئی که به عنوان مکانی پنهان و پر از رمز و راز به تصویر کشیده شده است. در این اساطیر مانند داستان هیدس و پرفسونه، افرادی به امید یافتن ورودی‌ها به دنیای زیرزمینی سفر می‌کنند و با موجوداتی مثل هیدس، پادشاه زیرزمینی، روبرو می‌شوند که به عنوان پادشاهی مخفی از آن سخن به میان می‌آورند. و در طرف دیگر، یعنی در اساطیر شمالی، هم مفهومی مانند آگارتا وجود دارد. به عنوان مثال، اسطوره‌هایی درباره آزگارد و نیفلهایم وجود دارد که به وجود دنیای زیرزمینی در خود اشاره می‌کند.
در این اساطیر دنیایی پر از جادو و موجوداتی با دانش عمیق و فناوری‌های پیشرفته وجود دارد که از دیدگاه انسان‌ها قابل فهم نیست. و در آخر داستان آگارتا همچنین به عنوان یکی از موضوعات محبوب در تئوری‌های توطئه و ادبیات معاصر مطرح شده است. در اینجا آگارتا به عنوان نمادی از عدم اعتماد و تمایل به ایجاد جهانی بهتر و پر از معرفت تجسم شده. بسیاری از نویسندگان و فیلمسازان در دهه‌های اخیر از این افسانه برای خلق داستان‌های علمی تخیلی پرداختند و به نحوی به آگارتا و کسانی که در آن زندگی می‌کنند اشاره کرده‌اند. بخش سوم، کاوش‌ها و جستجوها برای کشف آگارتا. آگارتا به عنوان یکی از موضوعات محبوب و مرموز در جهان همواره مورد توجه کاوشگران و محققان و باستانشناسان بوده. جستجوها برای کشف واقعیت یا حداقل اصالت این تمدن زیرزمینی از دوران باستان تا به امروز ادامه داشته و به نظر میرسد هنوز هم ادامه دارد. در این بخش به برخی از کاوش‌ها، تجربیات و نتایج به دست آمده از آنها میپردازیم. یکی از مکانهایی که اغلب به عنوان ورودی به آگارتا اشاره می شود نقاط نزدیک به قطب‌های زمین هستند، به ویژه قطب شمال. برخی معتقدند که در این مناطق دسترسی به ورودی‌هایی به دنیای زیرزمینی وجود دارد که می تواند به آگارتا منتهی شود. این باور برخواسته از داستان‌های قدیمی و همچنین گزارش‌های کاوشگرانی است که در این مناطق فعالیت داشتند و ادعا کردند شواهدی از وجود چنین مکان‌هایی را دیدند. اما در دهه‌های اخیر با ظهور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تئوری‌های توطئه مختلفی درباره آگارتا وجود دارد که به وسیله آنها ترویج شده است. برخی ادعا می‌کنند که حکومت‌ها و نهادهای مخفی دولتی اطلاعات و شواهد واقعی درباره وجود آگارتا را پنهان می‌کنند تا از آسیب به توازن قدرت جهانی جلوگیری کنند، یا به دنبال به دست آوردن فناوری‌ها و دانش‌های پیشرفته‌ای هستند که از ساکنان آگارتا می‌توانند به دست آورند. اگرچه بسیاری از کاوش‌ها و تجربیات درباره آگارتا به تئوری‌های توطئه مرتبط می‌شوند، اما برخی محققان و کاوشگران مستقل همچنان به دنبال شواهدی هستند که وجود این تمدن را به صورت علمی تایید یا رد کنند. برخی از این کاوشگران با استفاده از فنون جدید مانند بررسی از راه دور و سنجش ژئوفیزیکی در تلاشند تا به دنبال دیدن نشانه‌هایی از وجود تمدن زیرزمینی آگارتا به دست بیاورند. بخش چهارم، دفترچه خاطراتی که حقیقت در آن پنهان شده. ریچارد ای براد، دریاسالار نیروی دریایی ایالات متحده، مدعی است که در 19 فوریه 1947 در حین پرواز بر فراز قطب شمال با یک تمدن پیشرفته زیرزمینی ملاقات کرده. او در دفتر خاطرات خود این تجربه را شرح داده است که بعدها به صورت عمومی هم منتشر شد. براد در گزارش خود ادعا می کند که هواپیمایش توسط دیسک های پرنده ناشناخته روبوده شده و به یک شهر زیرزمینی کریستالی مانند برده شده است. در آنجا با میزبان خود ملاقات می کند که رهبر این تمدن پیشرفته به حساب می آید. میزبان به براد می گوید که نژاد آنها قرن هاست که بشریت را زیر نظر دارند و نگران هستند که انسانها خود را با جنگ هسته‌ای نابود کنند. میزبان براد را به عنوان شاهد به سطح زمین میفرستد تا به بشریت در مورد خطرات جنگ هسته‌ای هشدار دهد. براد پس از بازگشت به واشنگتن دی سی گزارش خود را به مقالات ارائه می کند، اما به او دستور داده شد تا سکوت کند. براد تا زمان مرگش یعنی تا سال 1956 به داستان خود پایبند بود و معتقد بود که پیام او تنها امید بشریت برای جلوگیری از خود ویرانگری است. همونطور که خودتون هم حدس زدید، داستان ریچارد براد ترکیبی از واقعیت و تخیله. خیلی از مردم ادعاهای اون رو باور نمی‌کنن و فکر می‌کنن که اون توهم زده یا اینکه فریب خورده. با این حال بعضی از افراد معتقدن که تجربه اون واقعی بوده و مدرکی از وجود تمدن‌های فرازمینیه. داستان براد فارغ از اینکه حقیقت داشته باشه یا نه، داستانی جذاب و آموزنده است. این داستان به ما یادآوری می‌کنه که باید مراقب اعمال خودمون باشیم تا به کره زمین و موجوداتی که در اون زندگی می‌کنن آسیب نزنیم.
نظر شما در مورد تمدن آگارتا چیه؟ اصلا به نظرتون همچین تمدنی ممکنه وجود داشته باشه و اصلا به نظریه زمین تو خالی اعتقاد دارید؟ لطفاً نظراتتون رو توی کامنت ها با من در میون بذارید.